هممون این تجربه رو داشتیم که با کسایی که صحبت کردیم یه چیزی تو رفتارشون میگفته نه، این آدم یه چیز دیگه تو سرشه. آدم‌هایی که میگن برات خیر میخوان ولی ته دلت یه چیزی قلقلک میده که مطمئن نیستی. سوال اینه چرا بعضیا موفق ترن؟ فقط چون نمیذارن کسی بفهمه واقعا چی میخوان. امروز میخوایم درباره یکی از حیاتی ترین مهارت‌های ارتباطی صحبت کنیم. چطور نیت‌هامون رو درست مدیریت کنیم اما با اصول اخلاقی انسانی. و آخر این قسمت یه تکنیک خیلی ساده ولی کار درست یاد میگیریم که کمک میکنه توی هر جمعی بازی رو دست خودمون بگیریم، حتی بدون اینکه بخوایم بازی بکنیم. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که ما آدم‌ها توی روابطمون انجام میدیم اینه که خیلی زود نیت واقعیمون رو میگیم. انگار همه فکر میکنن که صداقت یعنی همه چیز رو بریز وسط، اما واقعیت اینه که وقتی نیت رو کامل نشون میدیم در واقع خودمون رو بی‌دفاع کردیم. یه حکمران باهوش وقتی که میخواست سرزمین جدیدی رو بگیره هیچ وقت نمیگفت هدف نهاییش تصرفه، میگفت فقط اومدم صلح کنم یا فقط دنبال همکاریم، چون میدونست وقتی مردم بدونن دقیقاً دنبال چیه قطعاً باش مقابله میکردن. تو دنیای امروز وقتی خیلی زود بگی میخوای ترفیع بگیری، بعضیا ناخودآگاه شروع میکنن جلوت مانع درست کردن. یا توی رابطه اگه از همون اول بگی من فقط دنبال ازدواجم، طرف مقابل ممکنه حس کنه تو در حال فشار یا کنترل کردنی، نه آشنایی سالم. اما ما اینجا درباره فریب صحبت نمی‌کنیم. پنهان نگه داشتن نیت گاهی یعنی بلوغ روانی، یعنی من انقدر به هدفم مطمئنم که نیازی نیست با حرف زدن بیش از حد قدرت خودم رو هدر بدم. یونگ یک جمله الهام بخش داره که میگه هر چیزی که هنوز آماده بیان شدن نیست بهتر سکوت بشه تا در زمان مناسب تبدیل به اثر بشه. مطالعات روانشناسی نشون داده وقتی ما درباره نیت‌های افراد چیزی نمیدونیم بیشتر جذبشون میشیم. این به خاطر پدیده‌ای به نام اثر حاله‌ای. مغز ما وقتی اطلاعات کافی نداره یه تصویر ذهنی از خودش میسازه که معمولاً جذابتر، قوی‌تر یا مرموزتر از واقعیته. مثلا استیو جابز قبل از معرفی آیفون فقط سکوت میکرد، نه تبلیغ بزرگ نه افشای جزئیات، و همین مرموز بودن مردم رو دیوونه تر میکرد. در نوروساینس میگه مغز ما دستگاه پیشبینیه، یعنی هرچی بیشتر بتونه پیشبینی کنه احساس امنیت میکنه. حالا اگر تو نذاری نیتت به راحتی خونده بشه یه مقدار ابهام جذاب ایجاد میکنی و ابهام یعنی توجه و قدرت. لئوناردو داوینچی نقاش مخترع و نابغه عصر رنسانس همیشه نیت اصلیشو پنهان نگه می‌داشت. حتی وقتی داشت ماشین‌های جنگی می‌ساخت وانمود می‌کرد صرفاً در حال طراحی هنریه. همین باعث شد همزمان از کلیسا، پادشاه و حتی دشمنان هم پول بگیره بدون اینکه به یکی از اونها وابسته باشه. باراک اوباما توی کمپین تبلیغاتیش خیلی وقتا فقط پیام کلی امید و تغییر رو مطرح می‌کرد. تا مدت‌ها درباره برنامه‌های ریزی صحبت نمی‌کرد، چون فهمیده بود که نیت مبهم ولی مثبت بهتر از نیت دقیق ولی قابل حمله است. و اما بیایم چند راهکار کاربردی رو هم بررسی کنیم. نیتت رو بشناس ولی همش رو نگو. چرا؟ چون کسی که هنوز توی ذهنش نمیدونه دقیقاً چی میخواد یا همه چیز رو بی‌فاصله بیرون میریزه، ناخودآگاه قدرت تصمیم گیری رو میسپاره دست بقیه. ناپلئون بناپارت تا وقتی به اوج نرسیده بود هدف نهاییش امپراتوری رو پنهون میکرد. حتی وقتی کودتا کرد گفت فقط امنیت و نظم میخوام، نه پادشاهی. با همین استراتژی کم کم جای پای خودش رو محکم کرد. نتیجه مردم زمانی فهمیدن هدفش چیه که دیگه خیلی دیر شده بود. چرا باید بیشتر بپرسیم و کمتر بگیم؟ چون سوال قدرت ایجاد میکنه و جواب دادن نوع افشای اطلاعاته. سقراط هیچ وقت مستقیما درست بودن یا غلط بودن چیزی رو نمیگفت، فقط سوال میپرسید. با این روش ذهن طرف مقابل رو وادار میکرد که خودش به نتیجه برسه. این روش انقدر مؤثر بود که بعداً بهش گفتگوی سقراطی گفتن که حتی امروزه توی مشاوره، مذاکره و حتی آموزش مدرن هم دیده میشه. توی کتاب‌های آموزشی مذاکره FBI هم گفته شده بهترین مذاکره کننده کسیه که اطلاعات میگیره، نه کسی که اطلاعات میده. بهترین کار اینه نباید سریعاً به بقیه بگی چی میخوای، فقط کافیه به درستی بپرسی
و چرا باید نیتمون از دل عملهامون دیده بشه نه حرفامون؟ چون عمل پایه اعتماده، اما حرف فقط شک ایجاد میکنه. وقتی طرف مقابل هنوز نمیدونه نیتت چیه ولی میفهمه مفیدی، قدرتت 2 برابر میشه. آنگ سان سوچی، رهبر جنبش دموکراسی خواه میانمار، سالها در سکوت زندگی کرد. نه پیام تند داد، نه برنامه‌های سیاسی لو داد. فقط با ایستادگی مدنی نشون داد که من آزادی میخوام و همین سکوت قدرتمند ازش یه سمبل جهانی ساخت. وارن بافت وقتی تصمیم به خرید شرکتی میگیره هیچ وقت از قبل اعلام نمیکنه. آروم بی سر و صدا عمل میکنه تا وقتی که همه متوجه میشن که اون شرکت رو خریده. اون میدونه که اول باید عمل کنی و بعد اعلام بکنی. وقتی تو نیتتو با عمل کرد نشون بدی، نه تنها باهات همراه میشن بلکه برات احترام هم قائلن. نگه داشتن نیت تا زمانی که بخوای همه چی رو اعلام بکنی یکی از کارهایی که خیلی بزرگان بهش اشاره کردن. مثلا میکلانج میگه کسی که راز خودش رو نگه میداره صاحب خودش باقی میمونه. دیپاک چوپرا میگه قدرت واقعی در سکوت نیت هاست، نه فریاد اهداف. و فروید میگه مردم به چیزی جذب میشن که نمیتونن کامل بفهمن. خب تا اینجای مسیر با هم اومدیم. اگه چیزی رو بخوایم تو این قسمت یاد بگیریم اینه که همیشه لازم نیست همه بدونن دقیقاً چی تو سرمون میگذره. گاهی سکوت بلندترین صداییه که میتونه قدرت رو نشون بده. گاهی نیت واقعی فقط باید توی قلب بمونه تا با عملها فریاد بزنه. من میلاد مهر، اینجا کانال نکست جوی، جایی برای اونهایی که قدرت رو با هوش، منطق و اخلاق زندگی میکنن، نه با نقاب و نمایش. اگر این قسمت برات مفید بود یه پیشنهاد عالی دارم، حتما برگرد و اپیزود قبل رو ببین. اگر میخوای که متوجه بشی هیچ وقت از رئیس، استاد یا حتی آدمی که بهت حس قدرت میده بیشتر از خودش ندرخشی، نه به خاطر ضعف بلکه چون راه اصلی درخشیدن اینه که بدونی کی و کجا باید خودت رو نشون بدی. لطفاً این پادکست رو لایک کن، دنبال کن و برای کسی بفرست که به همچین مسیری نیاز داره. ما اینجاییم تا با هم رشد کنیم، نه با تظاهر، با آگاهی. منتظرت هستم تو قسمت بعدی. تا اون موقع تو فقط ادامه بده. همین، ادامه بده.